азизон, бо ҳузури зебои таровати баҳорро ба кошонаҳои шумо овардем. дуруд мегӯем ба шумо. бо ҳузури чеҳраи соҳибзавқу соҳибҳунар гулдухтари зебои тоҷик, ки тавонманд аст барои муаррифӣ кардани ҳунари сирф милливу суннатӣ. меҳмони барномаи мо ҳастанд донишҷӯи курси савуми консерваторияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон, ғолиби чандин озмунҳои ҷумҳуриявӣ, овозхони хушсадо, мутриби чирадаст Миҷгона Иброҳимова, ки хайрамақдамаш мегӯем ва ҳатман ки бо шунидани як навозиши форам ба суҳбат оғоз мебахшем. احسن. خوش آمدی میجگونه. خیلی از دیدارت شدیم. خیلی زیبایی. گمان میکنم در نزد این زیبایی بهار و رشکش اومده. سلامت باشید. تشکر زیاد برای دعوتتان. من بسیار خوشحال هستم که امروز به برنامه دعوت کردید. از دعوتتان بسیار شدم. سربلند باشید. و شما ما با حضور شما افتخار میکنیم. زیرا که امیدوارم که آینده صنعت ملی در دست چنین جوانهای بالیاقت و چنین جوانان جسور است. بله. شما با یک هنری نمیدونم حرفه‌ای چون این دمای لحظه این اسباب زیبا رو نوازش کردید، باور کنید لذت بردید. سلامت باشید. خوش آمدید. در اویله هست کسی هنرمند؟ از آوان خردسالی من در عائله صنعتکار هم به دنیا آمدم، هم کلان شدم، چون که پدرم نیز در ساحه صنعت و کس هم در ساحه شش مقام خیلی موفق هستند. شاگرد شادروان استاد برنای ساقو هستند و حالا در شهر کانیبادام کار و فعالیت دارند. همین ممکن همین تاثیر همین محیط خانواده باشد که امروز من نسبت هم تنبور نوازی و هم نسبت آوازخوانی شوق و رغبت زیاد دارم. از خردسالی پدرم همین سرودهای از اول همین سرودهای بچگانه یعنی سرودهای کودکانه میخواندم. همه سرودهایم را آهنگش را پدرم میساختند و همین دستگیری های پدرم بود که از آوان خردسالی مرا در روحیه وطن دوستی در ساحه صنعت تربیت کردند و مرا در صنف نهم میخواندم. مرا به مکتب استودی بچگانه شش مقام شهر کانیبادام به نام بای محمد نیازوف به نزد استاد عزیزم شهرتجان ارگشوف برده و هنرم را در نزد استاد عزیزم شهرتجان ارگشوف باز هم صیقل دادم و آن کس سببکار اساسی من استاد عزیزم شهرتجان ارگشوف بودند که دلی مرا به همین تنبور نوازی باز هم بیشتر ساختن و
ҳунару нозикиҳои тамбурнавозиро дар назди устоди азизам Шӯраҷоҳ Эргашев омӯхтам ва имрӯз миннатдор ҳастам аз ҳамин устодо ки маро дастгирӣ карданд ва дастгирӣ мекунанд то ҳоло. ман мефахрам аз устодони худ. сарбаланд бошед. мо соли 2018 озмуни ҷумҳуриявии Бӯстон буд, ба шаҳри Кони Бодом рафтем. ростигап аз ҳунарнамоии миҷгона дар ҳайрат будем. хеле як таронаи зебоеро бо номи қишлоқаки ман ё қишлоқи ман, қишлоқи шумо сароиданд ки воқеан то ҳанӯз анамун садобозии миҷгона дар хотир мондааст. کس به قشلاق شما مهمان شود، خوش دماغ از باغ و از بوستان شود. کس به قشلاق شما مهمان شود، خوش دماغ از باغ و از بوستان شود. از سعادت هایتان شادان شود، از سعادت هایتان شادان شود، شادان شود، شادان شود. اینقدر زیباست قشلاق شما، صیقلی دل هاست قشلاق شما. آب شیرین از در جوی شما، لطف و احسان از در کوی شما. آب شیرین از در جوی شما، لطف و احسان از در کوی شما. روشنایی بارد از روی شما، روشنایی بارد از روی شما، روی شما، روی شما. اینقدر زیباست قشلاق شما، صیقلی دل هاست قشلاق شما. پارم آواز رسد از کوچه با، دل کند رخسار زیبا را سراغ. پارم آواز رسد از کوچه با، دل کند رخسار زیبا را سراغ. یاری ما هرگز نبی نه درد و داغ، یاری ما هرگز نبی نه درد و داغ. هی درد و داغ، هی درد و داغ. اینقدر زیباست قشلاق شما، صیقلی دل ها.
شما سیقلی دل هاست قشلاق شما. هر جایی که وصف وطن رو میشنویم با دل نزدیک کی هست وطن، با دل ها رو تسخیر میکنه. بله. خوش میگونه وطن رو چگونه اگر گوییم که وصف نه و وطن رو چگونه وصف میکرده باشه؟ من بیشتر سرودهایی که میخونم البته بسیارش در وصف وطن مادر میباشد، برای آن که من خوشبخت‌ترین جوان دختر میباشم که در دوران استقلالیت در چنین آسایشتگی، در چنین تنجی و آسودگی من هم تحصیل کرده ایستادم، هم امور به سر برده ایستادم، هم کسب آموخته ایستادم و از این من بسیار افتخار دارم و خود را خوشبخت‌ترین انسان می حسابم که اساسگزار صلح و وحدت ملیمان، پیشوای ملتمان محترم امام علی رحمان، امروز ما نورسان و جوانان با استعداد را در همه ساحه ها دستگیری میکنند. خواه در ساحه ورزش، در ساحه فرهنگ، صنعت، در همه ساحه ها دستگیری زیاد میکنند. از آن کس ما جوانان بسیار میندار هستیم و جواباً به غمخواری های پدرانه آن کس من کوشش به خرج میدیم که تا تمام کردن کنسرواتوار بسیارتر آموزم، نازکای همین صنعت را از خود کنم و در آینده در معرفگر صنعت اصیل تاجیک یعنی شش مقام گردم، نه تنها در جمهوری من بلکه بیرون از آن در دیگر کشورها رفته پرچم عزیز خود را بالا بردارم. کاش چنین شود. وطن دل با تو هم ساز است و همراز، کشایم پر کنارت کرده پرواز، کشایم پر کنارت کرده پرواز. همه خرد و کلان خوش با تو هستند، به صدها صنعت زیبنده پرداز. و نبونه قوی جاویدانه بوده یک صنعتی والای جاز. چو رفتم دور بشنیدم صدایت، به یادت مهری منزم گشته بین باز، به یادت مهری منزم گشته بین باز. چکن اطلس بطن گل دخترانه، تمنای همه خوبانی تناس، تمنای همه خوبانی تناس. ببین در حفظ و ورز و بوم کشور، همه آماده افسر تا به سرباز. همه یک تن شب و روز با هم به میهن کردم و سوگندی براز. نهانی شعر میگوید به وصفت، وطن از نام تو گشتم سرافراز، وطن از نام تو گشتم سرافراز. وطن دل با تو هم ساز است و همراز. خیلی عالی. خب در همین انتخاب سرود مصلحتگر دارید؟ بله. با کی مصلحت میکنید؟
بسیارتر سرودهای کلاسیکی را به نزد استاد خورشید ابراهیموف میروم. از آن کس مصلحت میپرسم که کدام سرود بیشتر به امی آواز تمپری من موافق است. آن کس مصلحت میدهند و با مصلحت استاد عزیز من سرودهای کلاسیکی را نیز انتخاب کرده از خود میکنم و بعضی جاهای نفهمیدگم را به نزد آن کس رفته میپرسم، میآموزم و کس خوانده میتیند. در کنسرواتوار من همچون مطرب میخوانم، تحصیل میکنم در دست استاد سراج‌الدین جورایف، یکی از استادان بهترین، هم دوتار نواز، هم تنبور نواز، هم ستا می نوازند و در نزد آن کس نازوکای تنبور را حالا طول 3 سال می شود که از خود کرده ایستادم و برای تمرین آواز باشد به نزد استاد ابراهیموف خورشید می روم. و از همه این گفته ها برمی‌آید که مجگونه ذوقی بی اندازه دارد. بله. با شوق و با ذوق و با یک نمیدونم احساسی نجیب با آموختن مشغولی. بله. ما برایت برار میخواهیم حتما. و آهنگ چگونه ایجاد می شود؟ مثلا این سرودی که خوندی سرود خودت است؟ این سرودی که خواندم سرود قدیمه است از شادروان استاد شایسته مولاجان می باشد. مصرع ها را به شعر معاصر یعنی شعر نهانی عوض کرده هستیم. که آهنگ بله قدیمه است. خیلی عالی است، خیلی عالی است. وظایف وطن. تشکر. و چون از دستگیری های به واسطه پیشوای معظم ملت حرف زدید، آزمون جمهوری تاجیکستان وطنی عزیز منم از بیشک دستگیری های به واسطه پیشوای معظم ملت است که اینقدر مبلغ های گران تنها به خاطر دریافت استعدادهای نو در جدای صنعت است و شما نیتی اشتراک در این آزمون رو ندارید مگر؟ دارم. نصیب در سال گذشته که شده گذشت من بخبر ماندم و دیدم که آزمون بهترین است و برای دریافت استعدادهای نو یکی از بهترین آزمون ها است با دستگیری به واسطه اساسگذاری صلح وحدت ملی و میخواهم در این دفعه نه البته اشتراک ورزم. حتما اشتراک ورزید و بیننده گمان میکنم به صبرانه منتظر است که میشگونه باز با نام صدای مهین خود یک ترانه که دیگر منظر روی بیننده گردونه. بگذار. مرحمت. از مقام دولتی گرفتن 6 مقام امسال پورا 20 سال می شود. بله. و حالا من میخواهم که یک سرود کلاسیکی با دوستداران صنعت صرف ملی 6 مقام پیشنهاد نمایم. نوران الان نور می شود. مرحمت. بله. دل عاشقی زاری نشد از تپیدن ما ندان دل عاشقی زاری نشد چون زیاد کس را بگردن سوی یاری نشد محجبین یاران نبینی بکنا بینا شوی کورباد
آن چشم کولاویخ به دیدار نشد جان در قیامت چون شوی هورو پری عیبت کند داغ در دل نیست را زی عشق اسرار نشد داغ در دل نیست را زی عشق اسرار نشد جان فریاد میجگونه تشکر سلامت باشید. ما واقعا هم از اون صدا و از اون نوازش های شما راحت بردیم. نقشه ها چگونه است؟ نیت ها چگونه اند؟ 2 سال دیگر کنسرت‌ها رو میخونیم. نصیب. فکر میکنم که اگر انسان آیندهش رو اگر تحریزی نکرده باشد به جایی نمیرسد. بله. پس میجگونه تحریزی کرده است آینده خویش رو؟ حالا قدر امکان کم کم نقشه ها فکر و خیال تنها برای آموختن بله. است عین زمان. عین زمان فقط نیت من همین تحصیلم را نقص خوب ادامه دهم و نازکای همین تنبور نوازی و هم آوازخوانی را از استادان عزیز آموزم و در آینده آرزوی من همین است که در همین کنسرواتوری همچون استاد و شاگردان نازکای همین تنبور نوازی را آموزانم و شاگردان زیاد را تربیه نمایم و مانند استاد عزیزم سراج‌الدین جرایف که حالا ما چندین شاگردان را آموزانیده ایستادند و در راه هم تنبور نوازی و هم دوتار نوازی هدایت کرده ایستادند. میخوام به مانند همین استادم آینده در کنسرواتوری همچون استاد کار کنم و شاگردان زیاد را هنر آموزم. خوش میجگونه شما در واقع با دست داشتن به همین هنر نمونه عبرت هزارانید. گلدختران زیبایی که این دموی لحظه ما و شما رو تماشا میکنند لذت میبرند از او هنری که شما دارید و حتما که آرزو هم میکنند که مثل میجگونه انا میگونه هنرمندی چیره دست باشند، خوش صدا باشند، ولی به همه این ذوق لازم. بله. بیشتر باید که صاحب ذوق باشند و به هر چیزی که دست بزنی اگر ذوقت باشد حتما که موفق میشه. البته. بگذار آرزوها جامعه عمل بپوشند، بگذار واقعا هم در زنده و جاوید نگه داشتن صنعت صرف ملی دست داشته باشید و کار رو به ثبوت برسانید حتما. تشکر برای حضورتون، تشکر برای آمدنتون، دعوت ما رو پذیرفتن. ما با چنین گلدختران زیبا افتخار میکنیم. رحمت. عزیزان، چون در عرفه جشن نوروز باستان قرار داریم، تمنای ما همین است بهار اندر بهار و سبز اندر سبز باشید. خیر عزیزان، تا نزدیکترین دیدار، تن صحت و خانه آباد باشید.
ما گرمی توی و سر شد خاطر رو